این زن 25 ساله ادعا دارد هنگام بازپرسی در اداره ملیسا شکنجه و سوی یک کارمند آن تجاوز شده است. سرم کشید در دیوال دستچو بردی خیلی کار چیز کرد زده در تنه دیوال. او را در اول ماه آگوست از خانه دو کارمند ملیسا برای بازپرسی بردند. دلیل این را ملیسا ها در دزدی او گفتند. دو کس اومدن بردن. چی گفتن اومدن؟ الان در رفتم جا فهمیدم که اکم گرفته بودم. مثلا دزدی ایم خونه مام در اومده گرفته بوده. برادر او از این پیشتر هم با جرم دزدی بازداشت شده بود. اما این نوبت به خانه تلویزیون آورده گفته است آن را بفروشد. خانه بودم آورده گفت که کار میگم نفهمیدم بچه‌ام که دزدیه. بعد آورد مرا چیز کرد گفت که بر بفروش بیار پیام به دولت مسجد بوده پجون. دلشاد جان امیر امسال کجای آورده تمورا قچه بگو گفت را کار کردم چیزی استروی کم نقش دادن گفت آوردم 1300 دادیم در دست شپا. این زن میگوید او را یک شبانه روز در شعبه کارهای داخلی ناحیه وخش نگاه داشتند. صحنه‌های مدهش از آن روز نقل میکند. من دیدم تاج بردن اول جای زیوت کردن 5-6 کس زیوت کردن که شاید در ما مهمونی ساعت 12 بیگا بالا بردن چشمو بستیدن 3-4 بار 5 بار هم کلدار درست شونده دووندن بردن آوردن یا بچه درازی زردینه رسیدم من تا میبینم تا میشناسم شب جون فکرم کسا نگو ما ترا میگیرم گفتم کارو تینجا گو ما ترا میگیرم گفت هیچ کدام نگو گفت. این ادعای او را مقامات حفظی حقوق در ناحیه وخش بی اساس میدانند. آنها میگویند تحقیق حادثه این دعوا را اثبات نکرد. او در یک نامه شکایتی از دادستان کل خواسته است قضیه او را بررسی کنند. اول با مفتش رو پارو کردم گفتم که تمام هم خیلی کردیم که خب میکنن خب اتوبت نمیته برای که زمون کوتاه اپا. حالا میخواهد که عدالت برقرار و گناهکاران مجازات شوند. و نپیش قانون نام قانون در جواب چیه که نسبت من چی کارو کردن. از دادستانی ناحیه وخش به رادیوی آزادی گفتند دزدی این زن تحقیق شده پروندهش را برای بررسی به دادگاه ارسال کردند. به گفته آنها از طرف کارمندان حفظی حقوق شکنجه و تجاوز شدنش بی اساس برآمد. از حقوق‌های این زن ائتلاف ضد شکنجه حمایت می‌کند. معمولاً پرونده‌های مربوط به شکنجه را در تاجیکستان همین سازمان پیگیری می‌کند. می‌داند نام نسبش کیست، تجاوز کرده است و فقط اظهار نمود که او را بینندگان می‌شناسد. بجز این به گفته ادوکات او آنها تک‌پوش و لباس‌های او را می‌خواهند دوباره از تشخیص گذرانند تا واقعیت آشکار شود. تک‌پوشی که هنگامی گوید تجاوز در تن داشته است ما رو مجبور هستیم که با اکسپرتیزه دینکا پیشنهاد کنیم. اگر مسئولان ائتلاف ضد شکنجه که سازمان‌های حامی حقوق را متحد می‌کند میگوید سال 2018 به سازمان آنها 44 نفر از شکنجه شکایت کردند که 10 نفرش زن است. در پی انتقاد از شکنجه کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد سال گذشته به تاجیکستان چند توصیه داد تا وضع را اصلاح کند.